با اجازه مافوق‌ترین نیروی قدرت و عظمت، یک محیط سعادت درخشنده وحدت نوین جهانی. الی اخوان هستم. شغل من خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در ایالت کالیفرنیا می باشد. بروکر لایسنس هستم و بروکر اسوسییت با بیست کالیفرنیا ریل استیت. رشته تحصیلی من اقتصاد و مدیریت بازرگانی است که خوشبختانه بسیار کمک کرده در رشته کاری موفق باشم و خدمتگزار کلاینت های عزیزم. عضو وومنز کانسل آف ریلتور، عضو نشنال اسوسییشن آف ریلتور و عضو اورنج کانی بورد آف ریلتور هستم. سالیان بسیار زیادیه که در زمینه خرید و فروش ملک، فایننس و سرمایه گذاری با همسرم آقای مهندس کز اخوان همکاری داریم. خیلی ممنون خانم الی، متشکرم. منم همچنین سلام عرض میکنم به بینندگان برنامه تصویر ایران. کز اخوان هستم، بروکر و آفیسر بیست کالیفرنیا ریل استیت که دیویژنی از ریاضی ریل استیت و لون کانسالتینگ کورپ می باشه و رشته تحصیلی من مهندسی الکترونیک و فوق لیسانس در مدیریت بازرگانی می باشه و سالیان درازی است که در جنوب کالیفرنیا زندگی می کنم که خدا رو شکر به رشته کاریمون خیلی کمک کرده که واقعا محله ها رو خوب بشناسیم و بدونیم چی به چی هستش. در هر حال خوشحال مثلا شما از لحاظ پیدا کردن آدرس و اون جهتیابی نه تنها در جنوب کالیفرنیا، در هر منطقه‌ای که ما سفر میکنیم ماشاءالله خیلی سریع اون رو علاقه است. برعکس من که من جهتیابیم خوب نیست، همیشه احتیاج به اون سیستم دارم برای چی میگن اون راهو پیدا کنم. بله، در هر حال علاقه است دیگه. سعی میکنم که بدونیم کجا هستیم، شمال کجاست، جنوب کجاست. بله، خیلی ممنون خانم الی. خواهش میکنم. اگر اجازه بفرمایید این هفتم برای بینندگان عزیز یکی از مقالات پدر بزرگوارم استاد مسعود ریاضی کرمانشاهی که یک شاعر، نویسنده، عارف و فیلسوف زمان که متاسفانه 15 سال پیش تحول پیدا کردن، ولی یک مقدار مقالات و اشعار از خودشون به جا گذاشتن که اینها بسیار زیبا و آموزنده است. این هفته مقاله‌ای که انتخاب کردم در 3 شهریور ماه 1358 به اصطلاح به رشته تحریر اومده. رابطه عشق و تعلیمات روحی. سوال: عشق چیست؟ نظرات مختلف درباره عشق، جذب شدن به مافوق خود، احساس نیاز به درک حقیقت و طلب حقیاری تعالی راهی است برای رسیدن به هدف. مجذوب شدن به یک چیز یا یک شخص، نیاز به یک پدیده دیگر. طلب شدید است برای کامل شدن، دوست داشتن شدید، خواست قلبی بی نهایت، راه رفع کمبودها. عشق عشق است. عشق نیرویی است که انسان را به ذات هستی وصل کرده است. عشق مافوق تصور است. عشق یکی شدن است بین مرحله احساس نیاز و وصل به مطلوب. حالتی است که عشق نامیده می شود و آن کشش و جذبه است به سوی مطلوب. عشق تنها راه پرستش است که انگیزه هر کاری و راه رسیدن به هر هدفی است. پرستش بروز و تجلی عشق است
و ایمان انعکاس پرستش و عشق ورزیدن است و آن ماده است که بر اثر پرستش جذب روان آدمی می گردد و داخل حواس پنهانی انسان می شود که قرآن می فرماید اما داخل نشده است ایمان در حواس پنهانی ایشان. تمرکز همه حواس در یک نقطه خط باریک لیزری می سازد که آن را عشق می گویند. عشق تمرکز عقل است به نقطه مقصود. عشق اصل حیات همه چیز. اگر از عامل روحی کارهای محیرالعقول دیدید که مدیوم ها در حال جذبه انجام دادند، بدانید عامل روحی هنری نکرده است و زیاد مهم نیست. هر معشوقی با عاشق خود این کارهای عجیب را می تواند انجام دهد. اگر گفتید هنر عامل روحی با تأییدات الهی در چیست، بدانید تنها هنر عامل روحی این است که به خواست خدا می تواند این عشق و کشش را در دلهای طالبان ایجاد کند. آیا برای تقویت عشق برنامه است؟ بله، عشق مصنوعی و عشق طبیعی وجود دارد. حالاتی که بین عامل و مدیوم می توان دید بی اختیار است. بر اثر طلب و تمنای عاشقان کانال روحی با ذات الهی مستقیم می شود. هرچه بیشتر این کانال متمرکزتر و لیزرتر شود، نیروی بیشتری جاری می گردد و پس طلب شدید مولانا شمس تبریزی را مظهر خدا می کند. پس چرا دیگران شمس را آنچنان ندیدند که مولانا می دید؟ عینک عشق معشوق را خدا می کند. اینها حقیقت است و درست است. اگر بر دیده مجنون نشینی، کمال طلعت لیلا ببینی. عاشق می تواند از یک تکه چوب خدا بسازد. مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. عاشقانه نگاه کنید. ابن العربی فیلسوف و عارف بزرگ میگوید نگاه کنید به درخت، نظر کنید به درخت. بین نظر کردن و نگاه کردن فرق هاست. نظر کنید به درخت یعنی عاشقانه نگاه کنید. نظر کنید به هر کسی و به هر چیزی همانا به حقیقت سوگند که الله است. روا باشد اناالحق از درختی، چرا نبود روا از نیک بختی. اگر در خانقاهی دیدید قطبی بر مسندی نشسته و گروهی از سالکان پروانه وار بر گرد او هستند، بدانید که او برای آن سالکان معجزه می کند. یعنی خدا معجزه می کند، زیرا آن سالکان طالبانند. اگر آن قطب یا مرشد از برای شما کرامتی نکرده، نفی او را نکنید. چگونه عشق را نگه داریم؟ سعدی می‌فرماید